شبایی که شوهرم مأموریت بود قرص خواب میدادم به مامانم و با دوست پسرم میرفتم. آخه اون با شوهرم خیلی فرق داشت. تا اینکه اتفاقی افتاد که 2 سال از مرگ بابام گذشته بود. برای من به عنوانی یه زن 30 ساله باور نبودش خیلی سخت بود. تو مدت این 2 سال مامان با داداشم مهدی زندگی میکرد. البته توی سویت نقلی طبقه پایین خونش. زنش با مامانم کنار نمی اومد و آبشون توی جوب نمی رفت. چون مهدی بعد مرگ بابام خونه پدریمون رو فروخت و بدهیای بابا رو صاف کرد. واسه همین مامان بی سرپناه شد. مهدی وقتی فهمید من و عارف همسرم با کلی قسط و وام و سختی اون خونه کوچیک رو تو شهرستان خریدیم، پاشو توی کفش کرد که مامان بیاد و مدتی با ما زندگی کنه. عارف هم مخالفتی نکرد و یه شب رفتیم کرج، مامانو برداشتیم و برگشتیم شهرستان. تا پامونو تو خونه گذاشتیم احساس شرمندگی و تعارفاتش شروع شد. لیلا، مادر ببخشید که قراره یه مدت مزاحم شما بشم. عارف نذاشت من جواب مامانو بدم و گفت مادر جان این چه حرفیه؟ شما یه عمر زحمت لیلا رو کشیدی، حالا نوبت ماست که جبران کنی. تو دلم از درک و شعور عارف لذت می بردم و بهش لبخند می زدم. خونه یه اتاق بیشتر نداشت و عارف برای راحتی مامان گفت همون یه اتاق رو در اختیارش قرار میدیم. چند روزی گذشت و مامان کم کم به خونه ما و زندگی کنار ما عادت کرد. عارف با وجود اینکه بعضی روزا تا غروب سر کار بود ولی همه جوره سعی میکرد برای مامانم سنگ تموم بذاره. از خرید میوه و دارو و اینجور چیزا تا دکتر بردن مامان. تو این مدتی که مامان اومده بود من و عارف رابطه‌ای نداشتیم. با وجود اینکه شبا در اتاق بسته بود ولی خب بازم یه جورایی سختمون بود انگار. ولی واسه من رابطه نداشتن سخت‌تر از داشتن با حضور مامانم بود. کلی باشگاه رفته بودم و به خودم رسیده بودم. احساس می‌کردم یه جورایی زحمتام داره به هدر میره. یه شب دیگه نتونستم تحمل کنم. زده بود به سرم. رفتم سمت عارف. بهم گفت چی کار میکنی لیلا؟ مامانت بیاد بیرون خیلی زشت میشه. گفتم هیچی نگو. امشب حرف منه. پاشو بریم. خونه ما جوری بود که از در پذیرایی خارج می شدیم. چند تا پله رو به بالا داشتیم که به سمت در پشت بوم می رفت و یه پاگردم داشت که ما ازش به عنوان انباری استفاده می کردیم. دست عارف رو گرفتم و بردمش تو همون پاگرد. هرچند فضای کافی وجود نداشت ولی هیجان تا مغز استخونم نفوذ کرده بود و مهم نبود این چیزا. خلاصه به وحشیانه ترین حالت ممکن نیازم رو برطرف کردم. همه چیز داشت خوب و عادی پیش می رفت. عارف سر کار بود و منم صبح 1 ساعتی می رفتم باشگاه و بعدشم کارهای روزانه رو انجام می دادم. تا اینکه مشکل قلبی مامان جدی تر شد. با عارف چند باری بردیمش دکتر و درمانش رو شروع کردیم. آمپولی داشت که باید توی رگش تزریق می شد. عارف به خاطر اینکه مامان راحت باشه و از پله نیاد و بره و منم سختم نباشه اونو تا تزریقاتی ببرم گفت یکی رو پیدا میکنه که تزریقات تو خونه انجام بده. یکی از همکاراش شماره یه خانم بهش داد و باهاش هماهنگ کرد که بیاد برای تزریق مامان. فرداش حدودای ساعت 12 بود که زنگ خونه به صدا در اومد. بله، حسن زاده هستم، برای تزریق مادرتون اومدم. بفرمایید، خوش اومدید. در رو زدم و به داخل راهنماییش کردم. یه خانم با شخصیت، با چهره زیبا و دوست داشتنی. هر روزی که تزریق داشت می اومد و این روتین ادامه داشت که کم کم با هم آشنا شدیم و رابطه دوستیمون شکل گرفت. 2 هفته گذشت. ساعت کمی از 12 گذشته بود. مثل روزای گذشته منتظر بودم زهرا خانم بیاد و تزریق انجام بده. آیفون به صدا در اومد. بدون اینکه بپرسم کیه در رو زدم و در پذیرایی رو هم باز گذاشتم. خودم به آشپزخونه رفتم تا چایی بریزم. یه تاپ شلوارک مشکی تنم بود و موهامم باز روی شونه هام. با سینی چای از آشپزخونه اومدم بیرون. یه پسر قد بلند خوش استایل جلوم ظاهر شد. شوکه شدم.
سینی چای رو که نزدیک بود از دستم بیفته روی میز گذاشتم و به سرعت پشت یخچال قایم شدم. داد زدم تو چه خری هستی؟ اینجا چی کار داری؟ با صدای داد من مامان از اتاق اومد بیرون. اونم مثل من شوکه شده بود. پسر در حالی که سرش رو پایین انداخته بود گفت برای تزریق مادرتون اومدم. خانم حسن‌زاده کمی کسالت داشتن، منو به جای خودشون فرستادن. با عصبانیت گفتم بیرون تشریف داشته باشید تا لباس بپوشم. بنده خدا یه چشم گفت و از در رفت بیرون. سری لباس پوشیدم و به زهرا زنگ زدم. گفت کسالت داره و آقای یگانه چون تایمش آزاد بود ازش خواستم بیاد. دیگه خیالم راحت شد و با عذرخواهی راهنماییش کردم پیش مامان. بوی عطرش توی اتاق پیچیده بود. عجیب خوشبو و خوشتیپ بود. کارشو انجام داد و منم با زور دستمزدشو به حسابش واریز کردم. 2-3 بار دیگه هم به خاطر کسالت زهرا خودش اومد و هر بار من مجذوب این چهره و این استایل و این بوی خوب می شدم. چقدر جنتلمن بود. از مامانم خواستم این موضوع رو برای عارف تعریف نکنه چون میدونستم خیلی حساسه. بهروز خیلی جذاب بود. اون روز با یه استایل متفاوت و یه عطر دیگه اومد که هوش از سرم برده بود. منم یه تاپ و شلوار تنگ پوشیده بودم. البته یه چادر نازک رو سرم بود که بدن توپر منو یه شخص با چشمای تیز میتونست دید بزنه که ظاهراً چشمای بهروز از پس این کار برمی اومد. شربت آوردم و یکم با من و مامان صحبت کرد و گفت پرستاره و به خاطر زهرا خانم اومده و کارش تزریقات نیست. اون روزم گذشت و فکر من همش پیش بهروز بود. شب عارف اومد خونه. خیلی ناراحت بود. علتشو که پرسیدم گفت از طرف شرکت باید برم خوزستان و بالای سر کارگرای گلخونه باشم. شاید 1 ماه 40 روز طول بکشه. منم حالم گرفته شد ولی خب چاره‌ای نبود. 2-3 روز بعد عارف رفت و آمپولای مامان تموم شد و دوباره دکتر ویزیتش کرد و مجددا براش آمپول نوشت. مونده بودم به زهرا زنگ بزنم یا به بهروز. نمیدونم چی شد که مغزم کار نکرد و به بهروز زنگ زدم. انگار شیطان درونم زودتر از من برگه خیانت رو امضا کرده بود. بهروز قبول کرد و دیدن هفته‌ای 3 بار شده بود برام عادت. یه شب تو واتساپ دیدم آنلاینه. سری پیام دادم و اسم عطرش رو ازش پرسیدم. جواب داد من اسم عطرم رو به کسی نمیگم و یه استیکر خنده فرستاد. راستشو بخواین ناراحت شدم. روز بعد که اومد خیلی سرد برخورد کردم. موقع رفتن صدام زد و از جیبش یه چیزی در آورد. یه شیشه عطر بود. اینم عطرم که دنبال اسمش بودین. از این حرکتش هم شوکه شده بودم هم خوشحال. ازش گرفتم و کلی تشکر کردم. شب بهش پیام دادم و همین شد استارت یه چت طولانی و شروع یه رابطه شوم. رابطمون صمیمی شده بود و تا جایی که در نبود عارف حسابی زده بودم بالا و دلم میخواست یه جوری هیجانم رو تخلیه کنم. و البته کی بهتر از بهروز. 1-2 بار با هم بیرون رفتیم ولی از ترس اینکه یکی ما رو ببینه بهش پیشنهاد دادم شب بیاد خونه. فقط مونده بودم مامانو چیکار کنم. فکری به ذهنم رسید. یه دوش مشتی گرفتم و چند تا قرص خواب ریختم تو شربت دادم به مامان. مطمئن شدم تا چند ساعت راحت میخوابه. حسابی به خودم رسیدم و منتظر اومدن بهروز شدم. دل تو دلم نبود اما انگار مغزم و فکرم زائل شده بود. با ورود بهروز چنان استقبالی ازش کردم که هیچ وقت با عارف اینجوری نبودم. چقدر همه جوره با عارف تفاوت داشت. حتی آناتومی بدنش. خلاصه اون شبو به بهترین شکل ممکن ازش پذیرایی کردم و یه شب به یاد موندنی براش ساختم. دیگه این کار شده بود روتین هر شب. شب می اومد و صبح زود تا قبل از بیدار شدن مامان از خونه می زد بیرون. یه صبح بعد از خداحافظی بهروز یه دوش گرفتم و رفتم سمت اتاق که مامانو صدا کنم صبحانه بخوریم. در اتاقی که باز کردم با کمال تعجب دیدم مامان نیستش. گفتم شاید زمانی که همون بودم زده بیرون.
یهو یه کاغذ جلو آینه میزارایشی نظرم رو جلب کرد. نوشته بود: بعد از چند روز فهمیدم که قرص خواب بهم میدی. یه شب عمدن نخوردم تا ببینم مشکل چیه. خودم رو زدم به خواب. با شنیدن صدای آشنا لایه در رو باز کردم و متاسفانه تو رو با اون آقا تو اون شرایط دیدم. دخترم، به جای تو من شرمنده عارفم. شاید دلیل همه اینها من بودم. دنیا رو سرم خراب شد. خدایا من چی کار کردم؟ سری لباس پوشیدم و تو کوچه و خیابون دنبالش گشتم ولی پیداش نکردم. به هر جا که فکرم میرسید سر زدم ولی نبود. نمیدونستم چی کار کنم. نه رویی داشتم به عارف زنگ بزنم، نه جرأت داشتم به مهدی بگم. کلانتری، بیمارستان، هر جا که میشد سر زدم ولی نبود که نبود. خدایا من با مادرم چی کار کردم؟ نکنه بلایی سرش اومده. تو همین افکار بودم که مهدی یهو زنگ زد و با گریه گفت: مامان تو راه که با تاکسی داشته می اومده اینجا حالش بد میشه و سری شماره منو به راننده میده. راننده متوجه وخامت حالش میشه و میرسونتش بیمارستان. سری خودتو برسون. نفهمیدم چطوری خودمو به بیمارستان برسونم. وقتی رسیدم مهدی داشت گریه میکرد. اومد سمتم و گفت: مامانو از دست دادیم. با شنیدن این جمله دیگه چیزی متوجه نشدم. وقتی چشمامو باز کردم عارف بالا سرم بود. به خودم که اومدم دیدم چه بلا و نکبتی بود که سر خودم آوردم. من باعث مرگ مامانم شده بودم. حتی روی نگاه کردن به عارفو نداشتم. خدایا من چی کار کردم؟ حتی نتونستم تو مراسم تشییع مادرم شرکت کنم. الان که 2 سال از اون ماجرا میگذره عذاب وجدان ولم نمیکنه. این شرمساری و این عذابو باید با خودم به گور ببرم. امیدوارم زندگی من درس عبرتی بشه برای همه شما و امیدوارم مادرم و عارف منو ببخشن تا از این عذاب رهایی پیدا کنم. مرسی که تا انتهای داستان با ما همراه بودید. خوشحال میشم اگر نظر یا پیشنهادی در رابطه با این داستان دارید لطفاً توی کامنت ها برامون بنویسید.